سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ نشر می شود. امروز سه‌شنبه 18 آگوست شما را با رویدادها در تاجیکستان و منطقه شناس می کنیم. موضوع اساسی برنامه از این قرار است: روسیه می خواهد از سال نو قاعده های جلب مهاجران کاری به کشور را دیگر کند. حامیان حقوق از حال نگرانند. آنها آرزو دارند که از همین راه مهاجران را به غلام تبدیل دهند. به یک منصبداری سابق امر دادند که ضرر دولت را جبران کند و پول را برگرداند، وگرنه دوباره زندان می رود. این حال در شعبه خدمات اجرا در ناحیه باباجان غفورов مورد اجرایش قرار دارد. 135,000 تومانی. در ازبکستان صلاحیت‌های سعیده میرزیویه و دختری پرزیدنت را بیشتر کردند. اکنون او کاری ساختارهای حفظ قانون را نظارت می‌کند. در روسیه طرحی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن ممکن است از سال 2027 نظام جلب کارگران خارجی کاملا تغییر یابد. این طرح مکانیزم پتنت را همچون راه قانونی کار مهاجران از بین میبرد. پیشنهاد مذکور در سیاستنامه نوی مهاجرت روسیه برای سالهای 2026-2030 وارد و از طرف رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امضا شده است. همکارم طاهری سفر جزئیات آن را گزارش می‌دهد. طوری معلوم اکثر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان که با روسیه نظامی روابط ندارند بر اساس پتنت کار میکنند. سال 2025 شهروندان خارجی تقریبا 2.3 میلیون پتنت و یا اجازه کار در روسیه را گرفتند. طبق قاعده های پیشنهادی کارگرانی که توسط نظام نو به کار جلب میشوند پس از آمدن به روسیه حق ندارند تا ختم مهلت قراردادی کاری با یک مؤسسه به کارخانه دیگر یا منطقه دیگر رفته کار کنند. مقامات میگویند هدف به مجرای قانونی درآوردن مهاجرت است. روسیه همچنان برای مهاجران کاری در قلمرو کشورهای سابق شوروی و تمام جهان جذاب باقی میماند. جلب سازمان یافته هدفمندانه مهاجران کاری باید یگانه راه کاری موسمی برای مهاجران باشد. فرمول آمد، کار کرد، پولش را گرفت، برگشته رود باید به هیچ استثنا اجرا شود. مسئله بر روسیه آوردن اعضای خانواده های مهاجران اصلا نباید باشد. کارشناسان مهاجرت از حالا نگران سرنوشت مهاجرانی هستند که در آینده و شاید بر اساس قاعده های نو برای کار و پیدا کردن درآمد به روسیه بیایند. آنها آرزو دارند که از همین راه مهاجران را به غلام تبدیل دهند. هیچ جنبه مثبت ندارد، زیرا مهاجر به کارفرما سخت پایبند می شود. تجربه جلب سازمان یافته مهاجران ازبک در گذشته نشان داد که چگونه یک کارگر را مثل غلام 350 روبلی به غلامداران می فروختند. طلبات این بود که مزد کارشان کمتر از مزد حداقل نباشد و آنها همین گونه معاش تعیین کرده بودند. طلبات این بود که کارفرما کارگران را با جای خواب تامین کند و آنها 10 آدم را به یک واگن پر از کنه و نان خوراک جای می کردند. طرح آزمایشی 4 ساله که قرار است از 1 ینور سال 2027 تا انجام سال 2030 ادامه یابد در 87 منطقه روسیه به استثنای ولایت و شهر مسکو عملی می شود. مقامات روسیه تخمین می کنند که طرح نو می تواند با کار بیشتر از 1.7 میلیون کارگر خارجی از جمله تعداد زیادی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی اثر گذارد. به عقیده کارشناسان حتما اثر می گذارد و اثری بد. من این قانون را خواندم. با باوری میگویم که هیچ چیزی خوبی ندارد. عاقبت‌هایش نه تنها برای مهاجران تاجیک بلکه تمام مهاجران ناخوب می شود، زیرا نصفی از آنهایی که حالا به روسیه می آیند دیگر آمدن نمی توانند. مثل وقت‌های پیشین بعد میانه‌روها پیدا می شوند که روی خط آماده می کنند تا پیشتر به روسیه بیایند اجازه کار بگیرند. مثل پیش می شود که اجازه برای کار 1000-2000 روبل بود، آن را از 20 تا 30,000 روبلی می فروختند. دایره‌های صاحبکاری روسیه نیز از پیامدهای احتمالی نظام نو نگرانند. آنها میگویند محدودیت‌ها میتوانند مهاجران کاری را به کارهای غیر قانونی مجبور کنند و گذشته از این نارسایی قوه کاری را در کشوری که به نیروی مهاجران کاری زحمتکش سخت احتیاج دارد باز هم بدتر خواهد کرد.
دایره‌های صاحبکاری روسیه نیز از پیامدهای احتمالی نظام نو نگرانند. آنها میگویند محدودیت‌ها میتوانند مهاجران کاری را به کارهای غیر قانونی مجبور کنند و گذشته از این نارسایی قوه کاری را در کشوری که به نیروی مهاجران کاری زحمتکش سخت احتیاج دارد باز هم بدتر خواهد کرد. مقامات یک اداره دولتی در تاجیکستان که مسئول اجرای قرارهای دادگاه است منتظر آنند که یکی از رهبران سابق همین اداره حکم صدر را اجرا کند. شیرزاد حسن‌زاده که یک زمان رئیس خدمات اجرا در ولایت سوخت بود و برای جنایت جزا گرفت، حالا باید 10,000 سومانی جبران ضرر را پردازد. جزئیات در گزارش فرزان محمدی. شیرزاد حسن‌زاده تا چند ماه پیش رئیس نمایندگی خدمات اجرا در ولایت سوخت بود. او ماه فوریه با گمان قلابی برآمدن از حد وکالت منصبی و تصرف پول و مال بازداشت شد. دیرتر با جریمه از جوابگری جنایی آزاد گشت. حالا مقامات میگویند از اعلان حکم دادگاه درباره جریمه او 4 ماه گذشته است ولی آن هنوز اجرا نگردیده است. طوری که به ما معلوم است این حکم سودی ولایت سوق می باشد که با آن 135,000 سومانی جریمه با حکم تطبیق کرده شده است. عین حال در شعبه خدمات اجرا در ناحیه باباجان غفورov مورد اجرایش قرار دارد 135,000 سومانی. ما تمام عملهای اجرا را نسبت حکم سود یعنی گذرانده شده ایستاده است. این تحت نظارت قرار دارد. عبدالفیض صدرزاده در ادامه صحبتش به خبرنگاران گفت اگر یگان مالکیت شیرزاد حسن‌زاده را نیافتند دوباره به دادگاه مراجعت میکنند. این دفعه برای دیگر کردن حکم تبدیل جریمه به زندان. نظر شیرزاد حسن‌زاده به حکم و اظهارات نوی مقامات معلوم نیست. او درخواست‌های رادیو آزادی را برای صحبت نپذیرفت. ماموران آژانس مبارزه با کروپسیا در ولایت سوخت شیرزاد حسن‌زاده را ماه فوریه امسال دستگیر کرده 2 ماه در بازداشت نگه داشتند. اگرچه گفتند او به قلابی برآمدن از حد وکالت‌های منصبی و تصرف پول و مال متهم است، جزئیات آن را شرح ندادند. دقیق نیست که او چگونه قلابی و پول و مال کی را تصرف کرده است و بیرون از صلاحیتش چه کاری انجام داده است. همکارانش گفتند جنایتی که شیرزاد حسن‌زاده به آن متهم شده است به کارش ربط نداشت اما به عفو هم شامل نشد. суд дар марҳилаи худ ҳуқуқ дорад ки ҳукми мазкурро то 6 моҳ дароз кунад. ҳамин ҳукм иҷрошавандаи и ҳукми суда ҳалнома боша хай ягон фармон боша роҳҳои иҷро нашиданаш мумкина не ки и ҳукми суда ё ки иҷро мешавад ё ки ҳам 135,000 و محرومی تغییر می‌دهد از جانب سود. ما پیشنهاد می‌کنیم که همین سرکشی کسی که امکان ناپذیر ستانی شویم سود حقوق دارد که با محرومی همین یک روز 37 سومون 50 درهم تقسیم می‌کنه چند روز رسد 7 سال میرسه 15 سال میرسه همون علمی عالی داریم همین مبلغ تقسیم می‌کنه با محرومی عوضش می‌کنه. شیرزاد حسن‌زاده قریب 1 سال پیش سردار نمایندگی خدمات اجرا در ولایت سوخت تعیین شده بود. خدمات اجرا در تاجیکستان 8 سال پیش تأسیس یافت و مسئولیت آن اجرای قرار و حکم دادگاه ها است. بار اول نیست که منصبداران در تاجیکستان به جنایت متهم می شوند. قلابی، ساختکاری سندها یا سوء استفاده از مقام از جمله اتهامات معمول علیه آنهاست. تاکنون برخی برای این گونه عملکردها بازداشت و زندانی شدند، برخی دیگر را بعد پرداخت جبران و جریمه از جوابگری جنایی آزاد کردند. سازمان‌های بین‌المللی و حامیان حقوق تاجیکستان را پیوسته برای آن تنقید می‌کنند که در مبارزه با کروپسیا و رشوه‌خواری جدی نیستند و بیشتر با بازداشت منصبداران زینه پایانی یا آموزگاران و پزشکان اکتفا می‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
در ازبکستان قانون نوی کنستیتوسیونی قبول شد که صلاحیت‌های دستگاه پرزیدنت این کشور را که دختر پرزیدنت سعیده میرزیویوا در صدر آن قرار دارد تقویت می‌دهد. قانون درباره دستگاه پرزیدنت ازبکستان را 10 روز بعد تصویب در پارلمان روز 14 август президент Шавкат Мирзиёев имзо кард. Қабули шитобкорона мавриди танқиди зиёда шудааст. Алишер Илҳомов раҳбари созмони Central Asia Due Diligence дар Лондон ки ба таҳқиқи масоили Осиёи марказӣ машғул аст, дар як суҳбате пеш аз ин барнома дар бораи нукоти мавриди нигарониаш дар робита бо қабули ин қонунро шарҳ дод. То есть одна тема это اینجا دو مسئله است. مسئله مرکزی این تمرکز قدرت در دست سعیده میرزیویوا است و این نه تنها به موضوع کادرها بستگی دارد بلکه به اینکه او رهبر و هماهنگسازی ساختارهای قدرتی می شود، چون که او در برابر رهبری دستگاه ریاست جمهوری معاون رئیس شورای امنیت شد. همه ساختارهای قدرتی تابع شورای امنیت هستند. او با این رو از نظر قدرت و نظارت ساختارهای حفظ قانون به پرزیدنت نزدیکتر شد. او می تواند ساختارهای امنیت، حفظ قانون و ارتش را نظارت کند. و چیزی دوم این است که اکنون تکیه به ساختارهای قدرتی بیشتر می شود و این چیز در قانون هم نوشته شد. البته او باید همه مسئله ها را با پرزیدنت هماهنگ کند، ولی تا حال هیچ اختلاف میان او و پرزیدنت مشاهده نشده است. مسئله دیگر این که او و اعضای تیمش در برابر قانون و ساختارهای تفتیشاتی مصنوعیت پیدا می کنند. یعنی اگر او و کارمندانش جنایت صادر کردند، دادگاه نمی تواند آنها را به جوابگری کشد. уголовного дела, даже если, в общем-то, кто-то из этих членов этой ее команды совершил какое-то правонарушение, там какое-то преступление. در قلمرو شوروی پیشین نمونه‌های از پدر به پسر واگذار شدن قدرت مثل آذربایجان و ترکمنستان وجود دارد. تا کجا در ازبکستان جامعه میتواند دختر پرزیدنت یعنی یک زن را به رهبری آینده این کشور بپذیرد؟ این بود سوال دوم من. Сейчас так вопрос не стоит, Ребром. حالا مسئله انتقال قدرت مطرح نیست. قانونی که قبول شده است تنها آمادگی به دورنمای انتقال قدرت می باشد. احتمال است که به نزدیکی چنین شود. پرزیدنت ازبکستان سلامت به نظر می رسد و فعال است. آنها یک تکیهگاه برای روزی مبادا ایجاد می کنند که در صورت روی دادن حادثه به کار می آید. میرزیویف در فرصتی نزدیک از وظیفه رفتنی نیست. شاید هم تمام عمر بخواهد در این کرسی بماند. شاید هم یک زمانی او بخواهد مثل قربانگلی بردی محمدوف کرسی را داده ولی عملا رهبری اساسی دولت باقی ماند. در مثال قزاقستان هم نظربایف میخواست از وظیفه کنار رفته ولی در عمل نظارت قدرت را حفظ کند ولی نشد. میرزیویف از این چیز رموز گرفت و دید که خطرناک است. در تاجیکستان هم پرزیدنت از تجربه ناکام نظربایف و هم از مثال ازبکستان برای خود خلاصه‌های برآورده است. در مسئله اینکه تا کجا در ازبکستان محافظه‌کار آماده هستند یک زن را به حیث رهبر بپذیرند، به فکرم اینجا یک کمی واهمه هم میکنند. اول اینکه جامعه چیزی را حل نمیکند، دیگر اینکه برای نظارت کشور مرد بودن شرط نیست. اگر سعیده از عهده نظارت ساختارهای قدرتی برآمد، یعنی او توان نظارت بر کشور را هم دارد. Вот тогда, значит, она сможет контролировать и ситуацию в стране. алишер илҳомов раҳбари созмони Central Asia Due Diligence дар Лондон ки ба таҳқиқи масоили Осиёи марказӣ машғул аст, қонуни нави Узбекистонро шарҳ медод ки салоҳиятҳои духтари раиси ҷумҳур Шавкат Мирзиёевро бештар мекунад. و یک خبر مقامات آمریکا گفتند یک شهروند تاجیکستان که بیماری روحی است از این کشور فرار کرده است. وبسایت فوکس 5 روز 17 آگوست نوشت عبدالله تاشپولودزاده سال 2019 با کشتن صاحب خانه‌اش در آمریکا گناهکار اما با سبب بیماری روانی در شفاخانه ویرجینیا شمالی بستری شده بود. در یک سند رسمی از 5 آگوست گفته شده است که تاشپولودزاده با استفاده از تعطیل کوتاه مدت اول به استانبول و از آنجا به دوشنبه رفت. این در حالی است که دادگاه هنوز ماه ایون امسال گفته است که او به قرار دادگاه نباید بیمارستان را ترک کند. قانون‌های ویرجینیا برای گروه معین بیماران روحی از جمله آنهایی که دست به کشتار زده اند 1 یا 2 روز امکان بیرون شدن از بیمارخانه را می‌دهد.
ҳатто додситон соли 2024 ба абдулло тошпӯлодзода иҷоза дода будааст ки ба Вашингтон рафта шиносномаашро бигирад. намояндаги расмии Тоҷикистон дар Амрико дар ҳамин шаҳр ҷойгир аст. ва бинандагони арҷманд, дар ҳамин ҷо 15 дақиқаи барои барномаи ахбори озодӣ дода шуда ба поён мерасад, вале ин поёни кор нест. барои хабарҳои бештар ба сомонаи мо муроҷиат кунед ozodi.org. инҷо хабару гузоришҳои рӯз нашр мешаванд. онҳое ки одат доранд бо телефони мобил хабарҳоро пайгирӣ кунанд ба саҳифаҳои мо дар TikTok, Telegram, Facebook, Instagram ва YouTube ва X муроҷиат кунанд. худо нигаҳдор.